تو توی یه ماتریکسی. این تیپ سوالات تقریبا هر روز از ما پرسیده میشه. علیرغم اینکه بارها و بارها چندین مقاله علمی رو برات بررسی کردم و بهت اثبات کردم که غذای خشک نه تنها مفید نیست، مضر هم هست، این دفعه میخوام با یه فکت خیلی ساده جواب این سوالات رو بدم. اگه تو 5 سالگی ازت میپرسیدن غذای سگ و گربه چیه، چه پاسخی میدادی؟ قطعا میگفتی گوشت، مرغ، ماهی. چه اتفاقی افتاده که الان بعد گذر این همه سال داری به حیوان خونگی ترکیبی از ذرت و سویا و پودر گوشت میدی؟ جواب خیلی خیلی ساده است. تو توی یه ماتریکس گیر افتادی، ماتریکسی که شرکت‌های تولید غذای خشک برات ساختن. جالب اینه که تو هم باور کردی که این غذای خشک از غذای طبیعی مفیدتره. به این میگن قدرت پول و تبلیغات. تو این پیج قرار آگاهیت رو نسبت به تغذیه حیوان خونگیت بالا ببری. با ما همراه